مارنده نخند اینجا. اما قبل از اون بریم سراغ گوهایی که میخوری، پستایی تو اینستا و پلایی که میبری، قرصایی که میخوری یا قصایی که میخوری. اینجوری بخوای پیش بری موزاییکو میجوری. زیادن اونا که میگن به خدا اینو میکشیم، کلاغو هم میگن با گوشت شغالو نمیخوریم. پیش هر قشری قربانی بی خودی، باشه بابا سلطانی ولی بیدومی، پس باشه چاقا استادتمو میدونی. بپول خلوص وقت و بی وقت کرم دروغ ترود خودمو به کدوم بلوز کدوم بلوغ کدوم گروه سرود توشوش فروختم. خیلی وقت سلولای وجدانتم پیر شدن که حتی بچه 7 ساله ها هم اخبارت میکنن. تو افکارت میپوسی و زندانتم میکنن. از اون موقع بچه ها پاز عرفانتم میبارن. آخه جنگولک کی تو رو بردش پشت میکروفون؟ نبینم جلو مردم بخوری پشت پیش گو خوردم ناموسن گو خوردم. این جلو شاید وعید بخواد بازیش بده فرم بدین توتال. 30 سالت بسته بشین چوسه فیل بخور. توپو پاره کردی چی میخوای از جون این اوزان؟ تو کی باشی که مردم رو قضاوت کنی؟ جلو 4 میلیون در بیاری حجامت کنی. نشستی پشت میکروسکوپ تو زندگی این و اون با چک نویس جیغ کون ذهن بی کمپوننت. گفتم زنده هی مادقمه رو برعکس بخونی همین میشه. به زودی رستم میاد و باد یه بری میره. مهم نی گرفتی چشتی کتاب و دستت این چیزا رو نمیشه فهمید. با الستی رو سقط از اولم علاقه به خیار داشتی خیلی واسه همینه میری سراغ ایرادات. چیه زیاد بود پیاز ساقه این اونجا خایه داشتی بمالی ویاگرا به کبریت. با اون که هتله منم مناشو خوندم. بعضی وقتا میام بعد غذا شام کوکتله و تنها رات خنبله. بکردی میذارم این چاقال ببینم.